سلام دوستان، امروز دوشنبه 20 مرداد 404 بیامدم مزار بیدخت گنابا. یا میوه بخوردم، چایی هم بخوردم، یک ساعت اینجا بودم. یا دوست تا فالوور من بیامد اینجا، یا مش عکس را داشتم بگو بخان کردم. الان باربندیل خودم بندم کم برم سمت مشهد. بینم الان ساعت 12 ما کنم، یک یا 12 یم چادر بچه قاعن واسادن کاروان و دیگه بیامده گنابا دو چرخی من اینجا قلف کردن. تاکنی بیامدم گوشت لهم کرده بر ما بشکسته بود، تاکنی کلت بکرده تو می بیدخت گناباست. چیزی تلک میکرد با ما یارو گوشت لهم کرده با لهمک الان دارم برم بندم.